کس و شراتون رو بارم نکنید من مثل تونی مونتانا من تا اگر برقی تو نزدیک شارکم کنید کمک میرسه پس به نفع اطاعتم کنید رو کاغذم تا اگه به خط میخی می نویسم حمایتم کنید رپ پارسی رو بسپارید به من چون اگه من اسرائیل بشم یه اسنایپر رو لبمه اونو میگیرم مستقیم طرف هدفت و بدون رپ تو خونه من درت مرسه یه قلم بلند درنده رو کلت همیشه مافیا و شبکه مبک دستمه اگه توش کسی شدی سرق سرمه جملاتمو بریزید رو علکی کلمه فرنگ مردم من فرنگ برره بسی وقت تو آباد میشم برعکس عملت بار زود سوندمت اگه بزنمت دارم با رپم دود میندازم هر دفعه عجله سر ساعت میرسه قلمم به جلسه کاری میکنی که به جهنم ببرمت دهنم بزنه پت با یه دونه پیک یا که بادم جون چشم میخواد کسکش بار زود سوندمت اگه بزنمت کس و شراتون رو بارم نکنید من مثل تونی مونتانا من تا اگر برقی تو نزدیک شارکم کنید کمک میرسه پس به نفع اطاعتم کنید رو کاغذم تا اگه به خط میخی می نویسم حمایتم کنید من اغلب یه مرد عصبانیم که اصلا بار گنج حفاظت میکنه تو ذهنش ازم فراریم چون راست میگم چون نمیتونن حرفامو حذف کنن چاق میشن آسیان ازم همه پر از ایده های رنگارنگن تو رقابت تنگن اما پول مثل اینکه برازنده یه اوناییه که مثل سنگ و سختن آره یارو پشت پنزه و فقط گرانم دست تفریح مردم من تماشایی داره پول تو بوی پهن و قرارداد گاوه شاق میشم با دیدن مداد تراشای دوران دبستان و منقل و کبابای تازه و جوونا از اعتیاد میگیرن انگیزه مثبت و همشون فلاش میشم پدیده یه صحبتای مختلف و معترض انقلابی تو درون جلوتر میرم میبینن لابلای یه قبیله کشتن که به غریبه کشتن عادت دارن مثل کورای مادر زادن که دست و پا ندارن تو دلیل مبهمه این که جن و زنده ای مردن دیکرم هم ازشون میمونه برا کشتن کس و شراتون رو بارم نکنید من مثل تونی مونتانا من تا اگر برقی تو نزدیک شارکم کنید کمک میرسه پس به نفع اطاعتم کنید رو کاغذم تا اگه به خط میخی می نویسم حمایتم کنید پردیس میوزیک میخوام یه تک برنه بیت بریم داشمتی مواظب با شالوده به رپ نشی توی کپ کچ احمق کسی فکر کسی منم مثل جادوگر بلک ماجیک کاری میکنم با سر بیای رو زمین مثل سکندری یه نفری جلو همه وامیستم به دیوونگی پابلیکم نوبت چه همه چی تا به فاک میدم فابریک همه این مدلی کارخونه کار بیتم صابخونه دایتم بازیگر نقشیه که رپ پارسی هم و فلهام یک کشان مار پیچن و بزرگترین قهرمان تاریخم ما مثل گرگ نری میتسی گشته نشیم و روی قلده نریم چون گربه نری باید زل بزنی تو چشامو یه قدم بعد دور بزنی لقمه منی پشت سر منی پر نقطه ضعفی من چه چیه جملاتم نقطه پنالتی هم دکترای عقد شناسی و قفل کلاوی هم یه موتور مشکی متالیک تو چه ترافیک هم مثل خط اضطراری هم و یه رو دیگه فراری هم شکافینم تکافینم فکر می‌کنی شناختینم به تاکتیکم ایمان دانی سیمونی هم اما اونا ملامینم فقط صدا میدن و میشکنن نگاه کراکی هم مثل اعلامی ان اضافی ان اونا که با آبچه خفنن تابلو خطرن چاقو کچلن تو کف ساق بلند و ناکودن همشون نازکن و با کتک میونشون بیشتر تا هنر میگن لشخورن و مدعی که آب کنک خونن با قرص بادکنک شدن و بلند میخندن و فکر می‌کنن پر از بیننده هم مربی ان و سارنگی هم مثل خونه کلنگی ان گاو هلندی ان عرقم رفته دهنم اما من قلمون قلمو تو میکشم و گیرشون میندازم توی بره حجوری که فکر فرا بیا تو سر همتون رو پناه ببریم به دخترم هم بزنم گوش کن تو دیوونه ای مرد من فقط میخونم من خیلی ازم سوال میکنم میگن که مثلا اون حرفایی که تو داری میزنی چرا انقدر متناقصه و این حرفا من میگم صدای خودتونم به گوشتون میرسم صدای خودتون